آفتاب آن روز داغ‌تر از همیشه میتابید. 3 روز بود که آب بر کاروان بسته شده بود و 10 ها تن از مردان کاروان توسط دشمن کشته شده بودند. بچه ها از همه تشنه تر بودند، اما با دیدن آتش طفل 6 ماهه تشنگی را از یاد برده بودند و با او می‌گریستند. عباس از امام خود خواست تا برای خیام آب بیاورد. امام آخرین جنگاور کاروان خود را در آغوش کشید. آنها خطی از آتش در پشت خیمه ها روشن کردند تا دشمن از پشت به خیام حمله نکند. عباس باید از بین هزاران سرباز دشمن عبور می کرد و به شریعه یلغمه می رسید. مشکی از آب پر می کرد و برمیگشت. او مردانه تاخت، همچون عقابی از غفلت دشمن استفاده کرد و خود را به آب رسانید. ولی دشمن نمی خواهد به هیچ وجه آب به کار من برسد. پس نمونده توی دنیا مرامشو ندیده باشه. چه عمویی داری؟ فرات از اینجا خیلی دور نیست، دیگه الان باید رسیده باشه. الان دیگه تو آب رفته، مشکشو زیر آب برده. عمو تو که میشناسی مادر، مطمئنم که آب نخورده. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر آتش الحسین، به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه آتشناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه. راهی خیمه های شاهه، بذار ببینم از تو خیمه، چشم همه حرم براه. یه جورایی دلشون میزنه. که خالی رفته، کار همون نشد نداره. عباسه گریبون نهر رو میتونه بگیر تا حرم بیاد.
منی حتی بدون دست پاشو یه کاری کن که کمرم ما توی علقمه ولی حرم بدون مرد پاشو که دشمنه داداش خیمه رو دوره کرد پاشو به دادمون برس هزار زحمت رسید به آب بیچاره طفلک شیرخوارگه یه امیدی بستن تو خیمه حالا آب نمیخوای آب به خیمه نرسید فدای سرت پاشو برگرد خیمه کسو گفت تو دست نداری من دارم چنان عمود آهن و بالا برد عمد الحدید به کربلا خسف القمر کلا خود تو سر فرو